خیلی خوشحالیم که با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه خواننده جدید که تا حالا گوش ندادیم. اسمش دلیر خانزاده است. آره اسم آهنگش هم هست دوست دارم. یکی از دوستان معرفی کرده و آهنگش هم وایرال شده بود و فکر کنم که آهنگ خوب بود باشه. بریم با همین آهنگ رو گوش بدیم. خب دلیر جان، ببینیم که دلیر چطوره. چقدر خواننده های خوبی داره. اوه این نیست که عزیزم. نه فکر کردی اینه؟ چه جوری شد؟ اوه پیرمرد و بچه. ای اوه ها این میخنده اونم میخنده. چه داستانی است. تنهایی است تنهایی. چه خوب شروع شد. سورپرایز هم کرد. اصلا فکر نمی‌کردم همچین آدمی بیاد. یه خود عجیبه. آره یه بار دیگه ببین. اونطوری که این داره نگاه میکنه. نگاه. تنهایی است تنهایی است. گریار دارد بیگانه دل. چقدر وایبشو دوست دارم. خیلی جالبه. سرابه است سرابه. کنم شکارچیه. کی پیرمرده؟ آره یه حالت تفنگ دستش بود و اینا. صدای خواننده چقدر باحاله. میدونی صداش یه خورده آرامش بخشه. قشنگه صداش. روونه. تمیزه. گریار دارد بیگانه دل. سرابه است سرابه است. احساسی شیشتی هم کرده. ندارد منزل نگاه کنم. خیلی آهنگ قشنگیه به نظرم. نگاه کنم در جاذبه چشمان سیاه. او در جاذبه چشمان سیاه. فکر کنم این پیرمرده عاشق این شده. همونی میخوام ببینم چجوریه چون خیلی داستانش چیه؟ مرموز شده. نمیدانم من ندیدم نیست غمی دیگر یک عشقی بدم. دوستان دارم دوستان دارم. چه خوبه. چه آهنگ خوبی داده. آفرین. معلومه که این همه ویو خورده به خاطر همینه. تا دم آخرانم دوستان دارم. از این خواننده هایی که خودشون شخصیت خاصی توی موزیک ویدیو ندارن خوشم میاد. در که میخونن دوتا دیگه دارن بازی میکنن. دقیقاً داشتیم فکر میکردیم چه اشتباهی فکر میکردیم. اون میتونه پیریای این بوده باشه. چون شبیه هم. آره آفرین. فکر کنم پیریای باشه. هم اسلحه به دسته هم ساز به دسته. خیلی خطرناکه. آره دخترم قیافه شیرینه. شیرین میزنه؟ نه شیرینه یعنی قشنگه. شیرین میزنه. پسرم جذابه به نظرم. چیز خوانندش خیلی بچه باحالی خوشگله. ترتمیزه. بچه خوشگله. بوس بوس. شبها بیدار شبها بیدار بیگر به لبان تو بیمانید. با نمک بود. میگه شبها بیدار دلگرم لبای تو. بیمان یک بار اسیرم بدر بخندان تو نگاه کنم. ریتم و وایبشو خیلی خوشم میاد. خیلی باحاله. آرامش بخشه. آره. به صداش هم میاد. بنام زیبای تو نمیدانم من ندیدم نیست غمی دیگر یک عشقی بدم. دوستان دارم. اون درخته میدونی چی بود؟ همون درختیه که این پیرمرده دقیقا همون مرد است. خب اینا با هم درخت کاشتن
و الان چند نفر اومدن این یارو پیر شده، چند نفر اومدن درختی که بزرگ شده رو دارن قطع کنن. یاد چیز افتادم، انیمیشن لوراکس اونم همینطوری بود. یه مرد اومده بود درخت قطع کنه، خب هیچ کی نباید درختای اون جنگله رو قطع می‌کرد، حالا درختاش هم خیلی خاص بود، رنگی رنگی بودن و دقیقاً این انگار نقش لوراکس رو داشت اصلا شد. این دیگه با عشقش بوده دیگه. درخت رو قطع کردن. نکششون، بکششون. ولی گناه داره. چقدر بد و چقدر غمگین. الان فکر بهش میکنم خیلی یه دوست دارم تا دم آخر عمرم. چقدر دارکه. آفرین، چه خواننده های خوبی داره تاجیکستان. نظرت راجع به مدل موهاش چی بود؟ خوشم نمیاد. خیلی ساده و مسخره بود. این چیه؟ من بیام براش بزنم خیلی بهتر. با اینا دوست شد نشسته براش تعریف میکنه، میگه این زن من بود. نظر خانم رشیدی. دلیل خانزاده یه فامیلی فارسی هم هست، تو ایران هم هست خانزاده. آره. اسم کوچه هم هست خانزاده. آره، خان محمدی. خیلی به نظرم خیلی موزیک ویدیو جالبی بود، هم معنی زیادی داشت، همین که خواننده‌ش هم عالی بود، آهنگش هم خوب بود. کلاً به نظرم امتیاز خوبی داره، هم از لحاظ موزیکی، هم از لحاظ شعری و حتی موزیک ویدیو. تو دوستش داشتی؟ تو از 10 چند میدی؟ 68. نه واقعا من بهش 9 میدم. خدا وکیلی بچه خوبیه، بهش میدم. من 8 میدم. آها، چون نمیتونم اولین بار همچین خواننده‌ای رو دارم میبینم 10 بدم. تبعیض قائل میشی. نه خب به نظر من خیلی خفن بود. مرسی که این آهنگای خفن رو به ما معرفی میکنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما چنل ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای دوستاتون هم بفرستید. از این موزیک هایی که خیلی جالبه و خفنه بیشتر معرفی کنید و تا ما هم بریم ببینیم.